تصور کنید جامعه‌ای که در آن مردم همه فرهنگ و ملت و دین‌ها در صلح و آسایشگی زندگی می‌کنند. معصوم مقصد را در بهش خود گذاشتن ساکنان شهر اوراویل و در دوام 50 سال باز اثبات می‌کنند که جهان بیرون از سیاست دین‌ها و حتی پول آنها امکان پذیر است. این جهانی آزاد است، فضای آزاد است، آنجایی است که جوانان هیچگاه پیر نمی‌شوند. اوراویل با دستگیری حکومت هندوستان و یونسکو تأسیس یافته است. ایده به فیلسوف هند تعلق دارد. شیر اوروبیندو در طول عمرش او برای عمل کردن نقشه‌های خود میسر نشد. از این روی پیروی او به بنیاد شهر آینده مشغول شد. میر الفاسه یک جای با اولین ساکنان او در جنوب هندوستان یک منطقه بیابان را یافته به بنیاد شهر شروع کرده. در سال 1960 به مراسم گشاده شوی 5000 نفر از 124 مملکت جهان دعوت شده بودند. حالا در اوراویل همگی 3000 نفر شهروندان 57 کشور زندگی میکنند. شهر آینده به آنها معقول شد و در اینجا زیاده از یک نسل به وای رسید. من در اوراویل تولد شدم. پدرم آمریکایی است و مادرم فرانسوی. در حدود اوراویل بیمارخانه، میدانچه ورزشی، 10 مکتب، بسیار رستوران‌ها، قهوه‌خانه و مغازه‌های هنرمندی موجودند. از روز تأسیس شدنش در حدود شهر قریب 2 میلیون درختان شناخته شد و میدان بیابان به جنگل واقعی تبدیل یافت. در مرکز شهر جاذبه اساسی متری مندر جایگیر است. این جایها برای مدیتاسیون می باشد. نه نماز، نه عبادت، نه بویهای خوش و شم سکوت یگانه قاعده است که باید رعایت شود. در اوراویل یگان قدرت وجود ندارد. همه مسائل کلکتیوانه محاکمه کرده می شوند. کاری هر روزه یک قاعده مهم حسابیده می شود. شما باید در یک روز کمش 5 ساعت برای جامعه کار کنید. من به برقرارسازی جنگل مشغولم. کوشش از نام برقرار کردن جنگلی که پیش در اینجا بود. من دیزاینر گرافیکی هستم. صرف نظر از ساحه فعالیت همه ساکنان در یک ماه $170 اینچنین غذا، تندرستی، نیروی برق و تحصیلات رایگان میگیرند. در اینجا هیچ کس پول نقد را استفاده نمیبرند. اگر چیزی خریدن لازم باشد ساکنان اوراویل تنها رقم حسابشان را میدهند. همه چیز در اساس باوری ساخته شده است. بله ما فرق صنفی نداریم، اما در جهان بیرون شما به میلیسیا زنگ میزنید، به ادوکات میروید یا تنها جنگ میکنید. هیچ کدام اینها در اینجا خوش نمی آید. ما باید مشکلات خود را یک جای حل کنیم. این یک نمونه خوب است که ایده جمعیتی سازنده واقعی است، نه خیالی. اما ما میتوانیم تمدنی واقعی شویم تنها وقتی که فرمت سازنده جمعیت در تمام جهان وجود داشته باشد.